سلام علیکم دوستای عزیز. بازم هستم نادیا شکوری، کارمند سی دفتر رایس. بازم با یک قصه دیگه از خانم‌های عامله آمدیم که بسیار مهم است ما شما بدانیم که خانم‌های عامله چی حالتهایی را در میکشند و مهم است که ما شما درباره از اونا بفهمیم و بتانیم برشون کمک کنیم. ما قصه یک خانمی به نام کبرا هم شما میگم که کبرا یک خانمی است که طفلش اولش است و بسیار فامیلش خوش است، شوهرش خوش است از اینکه یه عمل داره، خودش هم خوش است ولی بعضا احساس ناراحتی میکنه، بعضا بسیار خود خسته احساس میکنه و بعضا خود جگرخون احساس میکنه و یا فکر میکنه بسیار گرنگ از حالت خوب نداره، احساس خوبی نمیکنه و بسیاری وقتا هم بدون دلیل گریان میکنه که باز پیش خود فکر میکنه که خب آیا تنها من هستم؟ من بسیار یک زن ضعیف هستم، چرا دیگرای تو نیست؟ ولی برش هیچ کس چیزی نمیگه، فکر میکنه که اگر بگوییم کدام موضوعی هست باید گفته نشد، چرا نه؟ تصادفاً یک روز با یک کارمند سی جامعه مثل ما که کار میکنیم امروی دفتر رئیس با کارمند سی جامعه روبرو میشه و این کارمند سی جامعه بسیار عادی از پیش پرسان میکنه کبرا جان چطور هستی؟ چطور از زندگی چطور میگذره؟ اول چیزی نمیگه، بعد از یک دفعه جگرخون میشه میگه که من خوش نیستم. کارمند سی میشنوه گپشه، دوباره برش میگه چرا؟ موضوع چی است؟ تو تنها خانمی نیستی که تک حالت داری. میگه که من در زمان حاملگی بسیار احساس دلتنگی میکنم، بسیاری وقتا بدون دلیل گریه میکنم. کارمند سی برش میگه که هیچ موضوعی نیست، این تنها تو نیستی، اکثریت خانم‌های حامله چون حاملگی یک دوره خاص است، در این دوره بعضی احساسشان متفاوت میباشه از دیگران، ولی این به این معنی نیست که خودت خدا خاموش بگیری، باید همیشه این گپ است که باید گفته شود. و کارمند سی چی میکنه؟ ایره با یک کس معرفی میکنه که او دمی رشته بخش صحت مادر و خصوصا در قسمت صحت ذهن و قلب یا روح روان چیز دارد، تخصص دارد. با رفتن کبرا جان پیش از این خانم ایورش میگه امرش کار میکنه و درباره از اینکه حاملگی چی حالت خاص است و این به این معنی نیست که تو خاموش باشی، باید صحبت بکنی. او برش روشای را یاد میده که چطور میتونه مثلا در این حالت وقتی احساس خستگی میکنه چطور از کس کمک بخواه. تنها احساس خستگی به این معنی نیست که کار کرده باشی، یعنی دلش خوش نیست، همیشه گوشه‌گیر است یا برش میگه که تو همیشه کمک وجود داره، تو میتونی پیش ما مراجعه کنی، از فامیلت کمک بخوایی، در جامعه که زندگی میکنی باید بیرو برای با مردم صحبت بکنی، خودت تنها احساس نکنی. و آستا به می طریق این کبرا که امرای دکتر خود یا امو بخش کسی که در قسمت آرامش برازی میده، کارهای را که برش یاد میده، صحبتهایی که برش میکنه، احساس آرامش میکنه و همیشه فکر میکنه که واقعا تو جایی است که گپ مرا میشنوند و فکر میکنه که اولا خوب است که من قصه خودم بگویم، از اینکه پنهان کنم، حالتش روز به روز خوب شده میره و این میفهمه که این کدام گپ بد نیست. هر انسان احساس داره، هر انسان خصوصا در زمان حاملگی احساسات تغییر میکنه، بعضی احساس خوشی میکنن، بعضی احساس خفگی میکنن. با اون خاطر این مهم است و خوب است که ما کمک دریافت کنیم و با کمک همین مسئول سی خود یا کارمند سی و همین کسی که در بخش صحت روانی و صحت مادرها یا کار میکنه، این پس حالتش بهبود پیدا میکنه. ببینید مادرها که چقدر خوب است که ما شما همیشه متوجه باشید. احساسات مهم است، اما تو که بدن آدم مهم است. وقتی که سر درد میشی میخوای دوا بخوری، وقتی جان درد میکنه خصوصا در زمان حاملگی میری پیش دکتر، زود که بر خود میگی که نشه که به خودم یا به طفلم ضرر برسه. صحت یعنی ذهنتم، قلبتم به تو ضرورت داره، مثل بدنت که باید به او توجه کنی، او هم جزء از بدنت است. ما مردم همیشه میگیم که او اگه من بگویم که من بسیار جگرخون است، مردم فکر میکنه که اوه این زن چرا تو گپا میزنه، البته زندگیش خوش نیست، البته امروی شوهرش خوش نیست. یه تو نیست، همیشه دلیلش دلیل بیرونی نیست، خدایی است، میشه یک چیز است که تغییرات از در وجود آدم میآید و ما شما باید کوشش کنیم که هیچ خانمی، هر خانم حامل ضرورت داره که مراقبت شود و ما و شما مسئولیت از این داریم
من حیث یک انسان مثل حیث یک وطن که ارگاه در جامعه ما خانمایی است که فکر میکنیم که ضرورت داره با اونا باشین، همیشه همکارشان باشین و همچنان تشویقشان بکنین که صدای خود بکشن و اونا رو معرفی بکنین، برشان بگوین که همیشه به ملاقاتای تیبیتان برو و این بسیار مهم است برشان. بر ما و شما من حیث یک مسلمان باید، چون ما مهاجر هستیم، میفهمیم در قولی ازی که خود عاملگی یگان دلتنگی ها داره، مهاجرت هم دلتنگی داره. شاید برای کبرا هم این حالت پیش شده باشه که هم دلتنگی مهاجرت و هم دلتنگی خود زمان عاملگی حالتش خراب ساخته باشه. به این خاطر این موضوع مهم است. ما توجهی کم همگیتون نمیخوایم و تشکر میکنم از اینکه به صدای من گوش میکنید. بیاین که ما شما همیشه چی باشیم؟ مراقب خادمای عامله خود باشید. تشکر.